اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب ریاض الصالحین. امام نووی میگه حدیث 365، یعنی در حدیث 365 میارد میگه و عن ابن عباس رضی الله عنهما قال، و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت قال النبی صلی الله علیه و سلم لجبریل، گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از برای جبریل علیه السلام. جبریل علیه السلام را پرسید که ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا. ما یمنعک یعنی چی چیز باز می‌دارد تو را، چی چیز منع میکند تو را، ان تزورنا اینکه تو زیارت کنی من را، تو اینکه تو زیارت کنی ما را، اکثر مما تزورنا بسیارتر از اون که زیارت میکنی ما را. یعنی زیارت عدد چه باز هم ایده بسیارتر کنی، چی چیز تر منع میکند؟ فنزلت، پس میگه این آیت نازل شد. این آیت نازل شد که و ما نتنزل الا بامر ربک، یعنی که و ما نتنزل یعنی فرود نمی آییم، نازل نمی شویم ما الا بامر ربک مگر با فرمان پروردگارت. یعنی که آمدن جبرائیل علیه السلام نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم با فرمان الله تبارک و تعالی هست. له ما بین ایدینا، از آن الله هست، یعنی الله سبحانه و تعالی میداند ما بین ایدینا، آن چیزی که در آینده ما هست. بین ایدینا در پیش ما هست، یعنی در آینده ما هست. و ما خلفنا و آنچه در گذشته ما هست. در خلف در پشت من، در گذشته مون هر چیزی که در گذشته بود الله سبحانه و تعالی اون را میداند. و ما بین ذالک و هر آنچه که در بین این دو تا هست، یعنی که گذشته آینده بینش چی است، یعنی حال همه حاضر چیکار کرده سیم الله تبارک و تعالی میداند. یعنی که فرامدن نازل شدن جبریل علیه السلام نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم با امر الله تبارک و تعالی بود و نه با اختیاری خودش. پس این حدیث یعنی که باب ما درباره زیارت کردن است. درباره زیارت طلب کرده سه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اهل خیر، یعنی که حضرت جبریل زیادتر زیارتش کند. خب رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری روایت کرده است. بعد از این حدیث 366 و عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، و از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب یعنی دوستی نکن، رفیقی نکن، الا مؤمنا مگر با مؤمن، مگر با مسلمان. لا تصاحب الا مؤمنا یعنی دوستی نکن مگر با انسانی که مؤمن است، اهل ایمان است. ولا تأكل طعامك ولا يأكل طعامك الا تقي، یعنی نخورد طعام تو را مگر پرهیزگار. یعنی طعامت را برای پرهیزگار بده، طعامت را برای کسی بده که اون پرهیزگار است و اون اهل تقوا هست. رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود روایت کرده و ترمذی به اسناد لا باس به، و امام ترمذی هم روایت کرده به اسنادی که لا باس به، یعنی در اسنادش اگان خلل نیست، یعنی اسنادش قبول است، یعنی حدیث صحیح است. خب بعد از این حدیث 367 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، از ابو هریره رضی الله عنه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که الرجل علی دین خلیله، یعنی مرد، مقصد از اینجا مرد یعنی که مرد زن فرق ندارد، هر کسی باشه، یا شخص، یعنی علی دین خلیله یعنی بر دینی دوستش است، مرد بر دینی دوستش است. فلینظر احدکم من یخالل، پس بنگرد یکی از شما من یخالل با کی دوستی میکند. یعنی که مرد در دینی رفیقش است، یعنی رفیق اگر فاسق باشد فاسق خود میکند، و رفیق اگر که اهل ایمان باشد، اهل تقوا باشد، بگم پرهیزگار باشد، آیسته تو را به همون راه میبرد.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه فلینظر احدکم، پس بینگرد هر یکی از شما من یخاللو، یعنی با کی دوستی میکند، با اهل تقوا است یا با اهل شر است. یک قول از بزرگان هم هست که میگوید که من کی هستم میشناسی، میگه تو دوستات بگو کی است، من تو را میگویم کی هستی. یعنی رفیقا و همنشینای تو کی است، تو خودت نگو کی هستی، تو رفیقا و دوستات بگو کی است، من تو را میگم تو کی هستی. یعنی که همین گپا از همین حدیثا استنباط کرده گرفته شدگی است که فلینظر احدکم من یخاللو. رواه ابو داود و ترمذی باسناد صحیح. این حدیث را ابو داود و ترمذی به سند صحیح روایت کرده و قال ترمذی، امام ترمذی میگوید که حدیث حسن، حدیث حسن هست. بعد از این حدیث 368 و عن ابي موسى الاشعري رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم قال، از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است، هر پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت المرء مع من احب، المرء مع من احب، یعنی شخص همراه کسی است که دوست داشته است وی را، یعنی کسی را که دوست داشتی با همراه انا همون هستی. المرء مع من احب، یعنی شخص همراه کسی است که احب دوست داشته است، دوست داشته است وی را، یعنی دوست داشته است همون کسی را که همراهش است. این حدیث متفق علیه است. و فی روایت قال، در یک روایت دیگر آمده است گفته است که قیل للنبی صلی الله علیه و سلم، گفته شد از برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، یعنی مرد دوست می‌دارد یک قوم را، مرد دوست می‌دارد یعنی بسیار مردم دوست می‌دارد، ولما يلحق بهم و نرسیده است و نرسیده است به ویها، یعنی که به عمل به اونها رسیدگی نیست، به عمل به اونها رسیدگی، یعنی که یک قوم دوست می‌دارد که اون قوم بگیم بسیار پرهیزگار هستند، بسیار با تقوا هستند، بسیار اهل ایمان و اهل خیرات هستند، اما این انسانی که اونها را دوست می‌دارد در عمل به اونها رسیده نمی‌تواند، یعنی عملش به اندازه اونها نیست. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که المرء مع من احب، یعنی شخص همراه کسی هستی که دوست داشته است وی را، یعنی که قوم اهل ایمان، اهل خیرات، اهل تقوا، اهل توحید که دوست داشتی، انشاءالله با همراه همونها میباشی در روز قیامت. خب بعد از این حدیث 369 و عن انس رضی الله عنه ان اعرابیا قال لرسول الله صلی الله علیه و سلم متى الساعه، از انس رضی الله عنه روایت است هر آینه اعرابی گفت از برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که متى الساعه، یعنی قیامت کی است، قیامت کی می شود. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعرابی را گفت که ما اعددت لها، یعنی چی آماده کردی برای قیامت، قیامت میپرسی که کی است، پس برای قیامت چی را آماده کردی. قال حب الله و رسوله، اون اعرابی بادیانشین گفت که حب الله و رسوله، یعنی دوستی الله و پیغمبر را دارم، یعنی همون چیزی که آماده کرده که الله را دوست می‌دارم، پیغمبر را دوست می‌دارم، همین چیزا آماده کردم. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که انت مع من احببت، یعنی تو همراه کسی هستی که دوست داشته ای تو، یعنی هر کسی را که تو دوست داشتی همراه همونو هستی. حدیث متفق علیه و هذا لفظ مسلم، این لفظی که آوردیم لفظ مسلم است. و فی روایت لهما، و در یک روایت دیگر در بخاری و مسلم آمدگی است که ما اعددت لها من کثیر صوم ولا صلاة ولا صدقة ولكنی احب الله و رسوله. میگه که همون اعرابی را وقتی پیغمبر پرسید که چی آماده کردی برای روز قیامت، میگه که اون اعرابی جواب داد که ما اعددت لها من کثیر صوم، یعنی آماده نکردم برای روز قیامت روزه فراوان و زیاده، ولا صلاتین و نه نماز زیاده، ولا صدقتین و نه صدقه زیاده، ولیکن من میگه آماده کردم احب الله و رسوله، یکی ولیکن من دوست میدارم الله و پیغمبرش را، یعنی که دوست داشتن الله و پیغمبر با همراهی خودم دارم، اما نماز و روزه و صدقه زیاد آماده نکردم.
این حدیث این بگم روایت دیگر است که بخاری و مسلم روایتش میکنند. کتاب ما و فی روایت لهما گفته با همین حاضر آخران خواندگیمون یه بار دیگر آوردگی است، تکرار شده. بله دم تکرار شده است، برای اون خاطر دیمشه نمیخونه. خب بعد از این حدیث 370 و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، آمد مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و پس گفت، مرد نزد رسول الله آمد گفت که یا رسول الله، گفت ای رسول الله، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم، کیف تقول یعنی چی میگویی تو، کیف تقول چی میگویی تو، فی رجل درباره مرد، احب قوما ولم یلحق بهم دوست داشته از قوم را، ولم یلحق بهم و نمیرسد با اون قوم، یا که نرسیده است با اون قوم، در عمل نرسیده است، یعنی عملش به مانند اون قوم صالح نیست، به مانند اون قوم اهل تقوا نیست. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که المرء مع من احب، یعنی که مرء یعنی انسان همراه کسی است که دوست داشته است غیره. خب در این حدیث و در حدیث پیشینه، حدیث چندم بود، حدیث 300 باید اگه خوندیم که حدیث 368 اونجا هم گفتیم قوم، ما قوم هر دجده اهل خیر ترجمه کردیم، نه یعنی اهل تقوا و اهل ایمان میشه بعد، یعنی قوم چی خیر باشه چی بد، فهمو؟ مثلا یک انسان است یک قوم را دوست می‌داره که اون قوم اهل ایمان است اما اهل تقوا است، اما این انسان را عملش به مانند اون قوم نیست، اما همون قوم اهل ایمان را دوست می‌دارد، پس در روز قیامت این انسان ان شاء الله همراه همون اهل ایمان و اهل تقوا هست. اما با یک انسان دیگر است که یک قوم را دوست می‌داره که اون قوم فاسق و فاجر است، اما گناه و معصیت این انسان به مثل اونها نیست، فهمو؟ گناه و معصیتشون به مثل اونها نیست، اما هم قوم فاسق دوست می‌دارد، در روز قیامت با کی است؟ با آن همون قوم فاسق است، فهمو؟ یعنی چی فاسق باشد اون قومی را که دوست می‌دارد، چی صالح باشد. اگر صالح باشد این انسان عمل نیکش به اندازه اونها نیست، اگر فاسق باشد عمل بدشون به اندازه اونها نیست، اما اونها را دوست می‌دارد در روز قیامت. بله بله انا هم بله، یعنی که همون کسی را دوست می‌دارد که دشمنی الله هست، پس الله فنا بتیاد در روز قیامت همراه اون هست که المرء من احب، شخص با همراه کسی است که را دوست داشته است. هر نه فقط برام خاطر فی رجل احب قوما آوردگی است، فهمو؟ قوما یعنی یک قوم میره دوست می‌دارد، او قوم چی صالح باشه چی طالح، فهمو؟ یعنی چی نیک باشن چی بد، برام خاطر معین نکرد، فی رجل احب قوما صالحا نگفت، فهمو؟ برای همین خاطر یا که ولم یلحق بهم و نگو ولم یلحق فی العمل بهم، یعنی در عمل صالح در اونها نرسید نگفت، فقط گفت با اونها نرسید، چی در گناه و معصیت باشه چی در طاعت و عبادت، فهمو؟ یعنی در وقتی که همچه بیان که میکند واضح نمیگه کدام قوم، برای خاطر هر قوم داخل میشود، چی قومی نیک باشد چی قومی بد، فهمو؟ برای خاطر عقیده اهل سنت و الجماعت همین است که در هر کنار دنیا هر جای یک مسلمانی هست که من میشناسم نمیشناسمش من دوستش میدارم، فهمو؟ در هر جایی که هست دوستش میدارم. چرا؟ زیرا که دوست داشتن اون شاید بگم همین دوست داشتن سبب شود که داخل جنت شویم، فهمو؟ زیرا که شاید یک چیزی عادی سبب میشود که سبب داخل شدن جنت میشود. خب اما اهل معصیت و گناه را میشناسیم و نمیشناسیم، هر جایی که هست بعدش میبینیم به اندازه گناهش، لیکن فهمو؟ به اندازه گناهش بعدش میبینیم، فاسقش فسقش زیادتره بدبینی اون زیادتره، کمتره کافر باشه که دیگه ریشش بعدش میبینیم. خب حدیث 371 حدیث 371 امام مسلم امام نووی میگه که وعن ابي هريره رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه و سلم قال، و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفت
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که مردم معدن هستند، مردم معدن هستند، كمعادن الذهب والفضة، به مثل معدن های طلا و نقره، و مثل معدن های طلا و نقره هستند. یعنی انسانیت خيارهم في الجاهلیت خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، یعنی بهترین اونها، بهترین انسان ها در زمان جاهلیت بهترینشون هست در اسلام. با کدام شرط؟ اذا فقهوا، وقتی فقیه شوند، وقتی دانش و علم به دست بیارن، فهمو؟ یعنی اهل خیرت شوند. یعنی در زمان کفریش مثلا علم و دانش داشت، بهترین کافر بود، در بین کافرها بهترین شخص شون بود. وقتی که مسلمان شد، یعنی همون علم و دانشش که در اسلام فایده میرساند باز بهترین شخص میشد، بهترین انسان میشد. فهمو؟ برای خیارهم فی الجاهلیتی، بهترین انسان ها در زمان جاهلیت، خیارهم فی الاسلامی، بهترینشون در اسلام میشود اذا فقهوا، وقتی فقیه شد، وقتی دانششون به منفعت باشد. والارواح جنود مجندتون، و روح های انسانیت جنود مجنده هست، یعنی که لشکران جمع شده هستند. جنود یعنی لشکرها، مجنده یعنی مجتمعه، یعنی جمع شده هستند. فما تعارف منها ائتلف، پس آنهایی که ما، یعنی آنهایی که فما، پس آنهایی که تعارف منها، یعنی یک دیگر را شناسن از بین همون روحا، ائتلف یعنی الفت پیدا میکند در بینشون، در بینشون الفت و محبت پیدا می شود. و ما تناکر منها اختلف، و آنهایش که تناکر منها یعنی یک دیگر را نشناسند، اختلف یعنی اختلاف و نافهمی به وجود می آید. فهمو؟ یعنی که روح انسان، روح انسان در آفرینش به مثل یک لشکری جمع شده هستند. فهمو؟ وقتی که اون را شناخت، یعنی که اهل ایمان شد، ایمان آورد، این طرف با اون محبت پیدا میکند، زیرا که روح اینها در یک جا جمع شدگی است. فهمو؟ روح اینها در یک جا جمع شدگی است. اون را چیکار میکند؟ اون را الفت و محبت پیدا میکند با همون. و اونهایی را که نمیشناسد اختلاف پیدا میکنه، یعنی اگر در لشکرشون نباشد اختلاف پیدا میکنه، یعنی که نقضش نمیبیند. یعنی اصل فطرت انسان همین است که فطرت انسان بگیم اهل کفر و اهل معاصی را دوست نمیدارد. فهمو؟ خب رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. بعد از این حدیثی طولانی میاد که این درسی آینده انشاءالله. این است درس امروز ما.